بامداد سیاه اومد، دارها رو بالا بردن. ابوالفضل امیرحسین رو دوباره دار زدن. دی ما هنوز تموم نشده، هنوز داغ زخم. 4 تا مأمور مرد، حالا 2 تا جوون رو کشتن. میگن محاربه، میگن بقیه، میگن افساد، ولی مردم میدونن قضیه چیه، داستان چیه. یگامی که اومد گازش رو ورزد، خانواده فریاد زد ولی صداشون رو بستن. میدان پر از موتور، پر از باتون، پر از ترس، ولی یکی از میان جمعیت داد زد نترس. بامداد سیاه، بامداد سیاه، دوباره جوونا رو به جرم اعتراض کشتن. تناب دار نمیتونه این مردم رو ببنده، هرچی بیشتر بکشیم بیشتر میسوزه این شهر. بامداد سیاه، بامداد سیاه، بامداد سیاه، بامداد سیاه، دوباره جوونا رو به جرم اعتراض کشتن. تناب دار نمیتونه این مردم رو ببنده، هرچی بیشتر بکشیم بیشتر میسوزه این شهر. بامداد سیاه، بامداد سیاه. عرفان و گل محمد رو قبل‌تر بردن، حالا نوبت ابوالفضل امیرحسین شد. 10 نفر دیگه هنوز تو لیستن، هنوز زندن، ولی میدونن فردا ممکنه نوبت اونا باشه. میگن عدالت ولی عدالتشون تنابه، میگن امنیت ولی امنیتشون باتون و اصفهان. دیگه ساکت نمیمونه، دیگه خواب نیست. هر بار که دار بالا میره یه فریاد جدید میاد از ملکیت تا 33 پل، از این سر تا اون سر. مردم دارن یاد میگیرن که دیگه نترسن. بامداد سیاه، بامداد سیاه، دوباره جوونا رو به جرم اعتراض کشتن. تناب دار نمیتونه این مردم رو ببنده، هرچی بیشتر بکشیم بیشتر میسوزه این شهر. بامداد سیاه، بامداد سیاه، بامداد سیاه، بامداد سیاه، دوباره جوونا رو به جرم اعتراض کشتن. تناب دار نمیتونه این مردم رو ببنده، هرچی بیشتر بکشیم بیشتر میسوزه این شهر. بامداد سیاه، بامداد سیاه. بذار دارها رو بالاتر ببرن، بذار بیشتر بکشن، بذار بیشتر بترسونن. هر تلامی که بندازن یه نفر بیشتر بیدار میشه، هر خونی که بریزن یه نفر بیشتر تصمیم میگیره. اصفهان فقط یه شهریه، نه یه نشونه است که دیگه این بازی تموم شد، این قصه تموم شد. بامداد سیاه فقط یه شروع بود، فردا ممکنه همه جا بامداد سیاه بشه. روز انتقام نزدیکه، مادر تک تک مادری که صبح بلند شده دیگه پسری نداشت، پدری که عکس پسرش رو تو دستش میگیره و میلرزه. میگن اینا آشوبگرن، میگن اینا تروریستن، ولی ما میدونیم فقط جوون بودن و حرف زدن. حرف زدن از گرسنگی، از بی‌عدالتی، از دروغ، حرف زدن از این که دیگه نمیخوان بترسن. بامداد سیاه، بامداد سیاه، دوباره جوونا رو به جرم اعتراض کشتن. تناب دار نمیتونه این مردم رو ببنده، هرچی بیشتر بکشیم بیشتر میسوزه این شهر. بامداد سیاه، بامداد سیاه، بامداد سیاه، بامداد سیاه، دوباره جوونا رو به جرم اعتراض کشتن. تناب دار نمیتونه این مردم رو ببنده، هرچی بیشتر بکشیم بیشتر میسوزه این شهر. بامداد سیاه، بامداد سیاه. برای ابوالفضل، برای امیرحسین.